یکی از روایات بسیار نادرستی که در حافظه ملی ایرانیان شکل گرفته این است که اعرابی که به ایران حمله کردند یک مشت اعراب بی اصطلاح بی فرهنگی بودند که حمله کردند تا اسلام را ترویج کنند، در صورتی که قشر اصلی اعرابی که به ایران حمله کردند از بازرگانانی بودند که در مدینه تا حدی مکه، در شام بزرگ و در جزیره و بین النهرین سکونت می‌کردند و با راه‌های بازرگانی آشنا بودند. یکی از خواسته های این اعراب این بود که از حالت واسطه بودن در راه‌های بازرگانی درآیند و به مراکز داد و ستد بروند. سلام به همه دوستان عزیز و همراهان گل، اینجا چنل عصر تاریخه و خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با همدیگه حمله اعراب به ایران رو با همدیگه مرور کنیم و ببینیم که دلیل اصلی حمله اعراب به ایران چی بود و چه زمانی بود و چه اتفاقایی افتاد. و این ویدیو هم خیلی قرار طولانی بشه و ما توی 2 تا قسمت و 2 تا پارت براتون توضیح میدیم. ارائه شده از استودیو تاریخ جهان. حمله اعراب به ایران یا اشغال ایران به دست مسلمانان به مجموعه حملاتی به شاهنشاهی ساسانی در قرن 7 میلادی اشاره دارد که از سال 633 میلادی در زمان خلافت ابوبکر شروع شد. در زمان عمر به اوج خود رسید و در زمان عثمان منتهی به سقوط کامل دولت ساسانی در سال 651 میلادی و کشته شدن یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانیان شد. این حملات همچنین باعث افزودن ایران به قلمرو خلافت اسلامی شد. منابعی اشاره می‌کنند که اسلام آوردن ایرانیان باعث در امان ماندن از کشتار آنان و مانع پرداخت مالیات‌هایی که روستاییان توان پرداخت آن را نداشتند و بیشتر از درآمد محصولاتشان بود میشد. از میان حمله‌هایی که در اقوام دور و نزدیک در طول تاریخ به خاک ایران کردند، حمله اعراب بیشترین تأثیر را بر ایران گذاشت. اندکی پس از درگذشت محمد ابن عبدالله، ابوبکر لشکری را به سرزمین‌های جنوب رود فرات و شهر هیره در غرب قلمرو ساسانیان که همون عراق اکنون میشه فرستاد و آنجا را فتح کرد. پس از بازپسگیری و جابجا شدن این شهر میان مسلمانان و ساسانیان در زمان عمر، سرانجام لشکر سلطنتی ایران تحت فرماندهی رستم فرخزاد در نبرد قادسیه با اعراب درگیر شد که نتیجه آن پیروزی اعراب بود. سپس پایتخت ساسانیان پس از یک محاصره کوتاه تسخیر و غارت شد و سپس اشغال عراق تکمیل شد. التون دنیل معتقد است که پس از تصرف عراق، عمر علاقه به گسترش جنگ تا فلات ایران را نداشت، اما به دلایل مختلف از جمله علاقه لشکریان عمر به کسب غنایم بیشتر و ترس عمر از حمله یزدگرد یا یکی از مدعیان سلطنت، نهایتاً تصمیم به حمله گرفت. در نهایت در سال 642 آخرین مقاومت منسجم ایران ساسانی در نبرد نهاوند رخ داد که پس از نبردی خونین اعراب پیروز شدند. یزدگرد متواری شده و عاقبت در سال 651 میلادی بنا به روایاتی به دست آسیابانی کشته شد. نبرد نهاوند در روز 5 ربیع الاول سال 21 هجری برابر با 25 بهمن 20 خورشیدی و 14 فوریه سال 642 میلادی بین سپاه ایران و اعراب مسلمان در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقه کوهستانی واقع شده اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که اعراب آن را فتح الفتوح مینامند، یکی از مهمترین جنگ‌هایی است که در میان اعراب و ایرانیان روی داده است. همونطور که بهتون گفتم، اعراب فتح نهاوند را فتح الوفوح مینامند، زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند اوضاع را ساماندهی و منظم بنمایند و قوای ملی مقابله با اعراب را تشکیل دهند و پس از این جنگ بود که اعراب سراسر کشور ایران را تصرف کردند. بجز مقاومت‌های محلی و منطقه‌ای، ایستادگی سراسری و تحت فرماندهی قدرت مشخص واحد صورت نگرفت و بدین ترتیب دولت ساسانی بعد از سده‌ها حکومت بر ایران و بخشی از خاورمیانه و آسیا سقوط کرد. سرانجام برای مواجهه با خطری که ایرانیان را تهدید می‌کرد، پادشاه ایران یزدگرد سوم در شهرهای غربی ایران آواره گشته بود. تصمیم گرفت یک بار دیگر تمام قوای خود را تجهیز کند تا اعراب را بتواند از عراق براند و دست آنها را از تعرض به قسمت‌های غربی کوتاه نماید و از طرف دیگر پیروزی در این جنگ می‌توانست راه ورود اعراب را به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم بسیار زیادی و نصیب آنها بسازد. نهاوند شهر بزرگی بود که در سمت جنوب شرقی استان همدان واقع شده و بین این شهر تا همدان 14 فرسخ راه بوده است. امروزه این شهر میان 4 شهر بروجه، توسرکان، ملایر و کرمانشاه قرار دارد. یزدگرد در سال 21 هجری قمری یاران خود را از ری به خراسان، گرگان، طبرستان، سیستان، کرمان و فارس فرستاده. حاکمان را جمع‌آوری و لشکرشان را تشویق و ترغیب نمود.
نقشه آن این بود که تمام منطقه هایی که دست اعراب بوده را فتح کنه و کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای عرب در آن حدود بود تسخیر کنه. و بعد اینکه یزدگرد سوم به اعراب حمله کرد، جنگ بسیار خونین و خطرناکی رخ داد که این باعث شد بسیاری از ایرانیان جان خودشون را از دست بدن. ایرانیان را از سنگر بیرون کشیدند و در صحرا با آنها دست به جنگ زدند. جنگی که رویداد سخت و خونین بود که 3 روز طول کشید. ایرانیان شکست خوردند و بسیاری فرار کردند. دور نهاوند را حصاری کشیدند، اما عاقبت به صلح راضی شدند. غنایم بیشماری به دست اعراب افتاد و از جمله آن 2 صندوق بزرگ پر از مروارید، زبرجد و یاقوت بود و پس از نهاوند همدان به دست اعراب افتاد. جنگ نهاوند مقاومت دولت مرکزی را هم در هم شکست و از این زمان به بعد موانع پیش روی اعراب مقاومت‌های محلی بود که در برخی موارد شدید بودند. فتوحات اعراب به سمت شرق ادامه یافت. طی چند سال ولایت‌های دیگر ایران شامل اصفهان، ری، فارس، آذربایجان، ارمنستان ایران، سیستان و خراسان هم سقوط کردند. با اینها طبرستان و نیز گیلان تا 1-2 سده تحت سلطه اعراب درآمدند و افرادی از اشراف ایران در آنجا حکومت می‌کردند. اوایل قرن سوم که دامنه فتوحات اسلامی در آسیا تا حدود چین و در آفریقا تا سواحل بحر اطلس و در اروپا امتداد یافته بود و در پایتخت‌های اسپانیا و پرتغال به جای ناقوس صدای اذان مسلمین به اطراف پخش می‌کردند، در قله‌های سوادکوه آتشکده‌های دین زرتشت مشتعل بودند و هنوز آیین نیاکان خود را از دست نداده بودند. اعراب پس از اشغال هر شهری قراردادی با سران آن شهر می‌بستند که در آن میزان مالیاتی قرار است از آن شهر اخذ شود را مشخص می‌کرد. روال کلی این بود که شهرها پس از عقد قرارداد صلح شهرها قیام می‌کردند. قیام‌ها مخصوصاً تا 651 میلادی که یزدگرد زنده بود بیشتر رایج بود و مقاومت‌های محلی قوی و مکرر بود. در برخی موارد مخالفان نیروی بزرگی نیز فراهم کرده بودند. مورخان چند دلیل متفاوت و مختلف رو درباره حمله اعراب به ایران ذکر کردند. دورنمای کسب ثروت و زمین، گرسنگی و فقر، تلاش برای گسترش اسلام، تلاش برای رها کردن اعراب بین النهرین از سلطه ساسانیان، عربگرایی، تغییرات آب و هوایی و گسترش شبکه تجاری و غیره. همچنین مورخان دلیل مختلفی را برای سقوط ساسانیان بیان کردند. نزاع مذهبی و طبقاتی، فقدان حمایت مردمی، نزاع میان اشراف، بی‌ثباتی سیاسی و هزینه درگیری‌های طولانی و ناموفق اخیر با امپراتوری روم شرقی. اپیدمی طاعون، آشفتگی مربوط به جانشینی تخت پادشاهی، اختلاف میان طبقات جامعه و عدم هماهنگی میان آنها، باور ایرانیان به سرنوشت و پذیرش شکست، وجود پیروان فرقه‌های غیر آیین و چندین عوامل دیگر. تا هنگام قتل عثمان اشغال کردن ایران کامل شده بود و پادگان‌های اعراب در چند منطقه جهت اطمینان از اخذ مالیات برقرار شده بود. از زمان معاویه به بعد برنامه اسکان دائمی برخی از اعراب در ایران اجرا شد. در این زمان منطقه‌های تحت فرمان اعراب فراتر رفته و وارد کوههای افغانستان شدند. اعراب معمولا در امور داخلی مردمان محلی که مالیات خود را می‌پرداختند دخالت نمی‌کردند. در قرون اول اسلامی سران محلی مسئولیت اداره محلات و شهرها را بر عهده داشتند. پس از فتح یک ناحیه اعراب در پادگان‌هایی ساکن می‌شدند که یا خود تبدیل به شهر می‌شدند یا اینکه در نزدیکی شهرهای دیگر قرار داشتند. در زمان فتح و دوره بلافاصله پس از آن ارتباط و ادغام کمی بین اعراب و ایرانیان محلی وجود داشت و خلیفه اسکان اعراب در ایران را حمایت می‌کردند و با ورود زرتشتیان به اسلام قوانینی برای ارتباط بین آنها وضع شد. نوشته‌های مورخان در مورد تأثیرات مثبت یا منفی حمله اعراب آمیخته با ارزیابی‌های خوب و بد بوده است. رفتار اعراب با ایرانیان مضحک، شگفت‌انگیز و ظالمانه خوانده شده و اعراب را مردمانی خشن و ساده دل می‌دانند، بجز کسانی که به شدت تحت تأثیر تعالیم اسلامی قرار گرفته بودند. بقیه اعراب احساس کینه و نفرت داشتند. وضعیت ساسانیان در قرن هفتم میلادی. جنگ 25 ساله ایران و روم که از سال 602 تا 628 به طول انجامید، زمینه ساز پیدایش خلافت اسلامی به عنوان یک امپراتوری جدید شد. این جنگ نظم سیاسی را که طی 3 سده بر این منطقه حاکم بود فرو ریخت و خلأ قدرتی را پدید آورد که در پی آن سپاهیان مسلمان عرب
آن دو امپراتوری را شکست دادند و امپراتوری جدید خود را بنا کردند. طی این جنگ نخست خسروپرویز سرزمین‌های شام و مصر را تصرف کرد، ولی یکی از فیلسوفان یونانی منجر به شکست و عقب نشینی ساسانیان شد. در پی آن خسروپرویز به قتل رسید و دوره چند ساله از هرج و مرج سیاسی دربار ساسانیان را فرا گرفت. نهایتاً یزدگرد سوم بر تخت نشست، هرچند سپاه امپراتوری ساسانی در جنگ آسیب چندانی ندیده بود و همچنین موانع طبیعی شامل رودخانه‌های فرات و دجله و نیز کوههای زاگرس از سرزمین ایران در برابر مهاجمان دفاع می‌کردند. اما امپراتوری ساسانی به علت اختلاف سیاسی داخلی پیش از آن تضعیف شده بود که بتواند در برابر حمله سپاهیان مصمم مسلمان مقاومت کند. دگرگونی آب و هوایی در سده 6 میلادی و پیدایش عصر یخبندان کوچک موجب بهینه شدن چرخه زاد و ولد موش‌ها و پیدایش و گسترش پاندمیک طاعون شد. این نخستین شیوع پاندمیک بیماری طاعون است که در تاریخ نگاشته شده است. لخمیان یکی از قبایل عرب با اصالت یمنی بود که در قرن‌های اول و دوم به شمال جزیره عرب، فلسطین، سوریه و عراق مهاجرت کردند. در طی سده‌های 4 تا 6 میلادی اولین رهبر حکومت مستقل لخمیان همزمان با کشمکش جنگ داخلی ساسانیان تا مرز بحرین سپس تا فارس به ایران حمله کردند و در سال 325 میلادی شاپور دوم ساسانی برای گوشمالی ایشان به هیره تاخت. از آن پس لخمیان حکومتی پیرو ساسانیان داشت تا دیواری برابر تاخت و تاز اعراب باشد. لخمیان در ابتدا مسیحی بودند اما بعداً مسلمان شدند. در پایان سده 6 میلادی امپراتوری‌های ساسانی به این نتیجه رسیدند که دولت‌های عربی لخمیان وابسته به ایران و روم به عنوان نیروهای مسلط در برابر حکومت‌های عربی منطقه ارزشی ندارد. هرچند این دولت‌ها از بین رفتند اما سبب شدن قبایل عرب و عراق و شام کارآزموده‌تر و سازمان یافته‌تر و ثروتمندتر شوند. برخی میگویند اگر این دولت‌ها در سده 7 همچنان پابرجا بود میتوانست به عنوان مانعی در برابر حمله سپاه مسلمان عمل کند. ضعف امپراتوری ساسانی درست پس از قتل خسروپرویز در سال 628 آغاز شد. به دلیل وضعیت نابسامان دربار و همچنین ضعف فوق‌العاده ارتش و همینطور نبود شخصیتی که بتواند در حد و اندازه‌های شاپور یکم عمل کند، اوضاع ایران بسیار آشفته شده بود. ضعف و ناتوانی ساسانیان به حدی رسیده بود که در ظرف 4 سال از قتل خسروپرویز تا به تخت نشستن یزدگرد سوم 12 پادشاه به روی کار آمدند و کنار رفتند که وضعیت ناگوار این سلسله را در سالهای آخر خود اثبات می‌کنند. حمله اعراب به ایران چند پیامد مختلف داشت: پیامدهای سیاسی، پیامدهای دینی، پیامد علم و فرهنگ، پیامدهای خط و زبان بود که در ادامه و در قسمت دوم حمله اعراب به ایران با همدیگه بررسیشون میکنیم و با همدیگه میخونیم. مرسی از همگی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردن. 2 تا ویدیو پیشنهادی براتون میذارم، اگه دوست داشتید میتونید برید حتما اونا رو ببینید. اینجا چنل عصر تاریخ. تا ویدیوهای دیگر میبینمتون و خدا نگهدار.